سلام دوستان، یه آیتم جدید آوردم برای تکمیل کردن کلکسیون جدیدم. این 2 تومانی رو که این ارور رو داشته باشه، امضای رئیس کل چاپ نشده باشه، وزیر اقتصاد امور دارایی هم امضاش 1/3 چاپ نشده باشه. عرضم به حضورتون که کلا وقتتون رو نمیگیرم، یعنی اگه شما دنبال این اسکناس باشید و حتی این ارور هم نداشته باشه، قیمت کتابتون رو قیمت کتابا براتون گذاشتم، میتونید مشاهده کنید. یعنی شما ضرر نمیکنید، این اسکناس قیمتش بالا، اینم قیمت کتاب که مشاهده میکنید. ولی اگه این ارور داشته باشه دایرکت بهم پیام بدید، بالاترین قیمت یعنی شگفت زدتون میکنم، چون کلکسیونم میخوام کامل بشه. من دلال و کاسب نیستم که بخوام بخرم بالاتر بفروشم و اینا. اونایی هم که من باش کار کردم من قشنگ میشناسن. اما یه آیتم دیگه هم هستش، یه کلکسیون هم دارم که به 2 تا از این پولا من نیاز دارم. یه دونه خیلی راحت هم سوا میشه، اسکناس 50 تومانی مخرج 28 و فیلیگران علا و 100 تومانی مخرج 21 و فیلیگران علا. یه دونه هم 10 تومانی بدون شماره و امضا در روی اسکناس حسینی یا شعبانی سری 22 با فیلیگران امام تمام رو. اینا هم اگه داشته باشید به قیمت بسیار شگفت انگیزی ازتون میخرم. پیدا کردن این اسکناس هم کار خیلی سختی نیستش، هر کیم که پیدا کرد میتونه دایرکت بهم پیام بده. همونطور هم که گفتم مثلا دلال کاسب نیستم، کلکسیونرم، برای کلکسیونر خودم میخوام جمع کنم اینا رو و به همین خاطر هم به بالاترین قیمتی که فکرش هم حتی نمیتونید بکنید ازتون خریدارم. تنها خریدش هم اینه که دایرکت بهم پیام بدید. با تشکر.